در قرقیزستان استفاده یک خریطه جغرافی که در آن جماعت وارخ تاجیکستان نه به شکل انکلاو بلکه با قلمرو این کشور همسایه پیوست تصویر شده است به یک ماجرای سیاسی پیچید. پرزیدنت قرقیزستان صادر جباروف روز 20 نوامبر در یک چهره‌بینی به مناسبت روز کارمندان پروکراتوره در تالار انسای در قرارگاه الو ارچه در پس منظر این خریطه جنجالی سخنرانی کرده است. ویدیوی این چهره‌بینی در یوتیوب نشر شد و برخی کاربران با دقت قرقیز اهمیت دادند که در خریطه الکترونیکی هنگام سخنرانی جباروف در دیوار صحنه آویخته شده بود جماعت وارخ که در درون قلمرو قرقیزستان در مانده است در این خریطه به قلمرو باقی مانده تاجیکستان پیوست کرده شده است. مسئله مرز اطراف وارخ یک مسئله خیلی اساس بین تاجیکستان و قرقیزستان باقی میماند و علاقه چندین بار به مناقشه های خونین آورده است. به این دلیل بسیاری ها در قرقیزستان از پرزیدنت جباروف طلب کردند که مسئله را شرح بدهد. به عقیده آنها با استفاده این خریطه قرقیزستان عملا راهی را که باید از وارخ تا مرز تاجیکستان ساخته شود همچون قلمرو این کشور همسایه اعتراف کرد. یادآور می‌شود ماه سال جاری در پی مناقشه خونین‌ترین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان از جمله در مرز وارخ دو کشور جهت مشترکاً ساختن راه خواجه اعلی وارخ توافق کردند. بعد آنکه این خریطه بحث‌های گرم را به وجود آورد ویدیو جنجال برانگیز را از یوتیوب کور کردند و شام 20 نوامبر پروکراتور گنرالی قرقیزستان مجبور شد که مسئله را شرح دهد. در این اداره گفتند که بند را برای چهره‌بینی بخشیده به روز کارمندان پروکراتوره به یک شرکت خصوصی فرمایش داده بودند. نفران مسئول مسئله های تشکیلی را برای خنک نظری جزا خواهند داد. وعده دادند در این اداره جماعت وارخ که از لحاظ حدودی به شهر اسفرای ولایت سوخت تاجیکستان تابع می باشد با حدود 30,000 اهالی سراسر تاجیک در درون قلمرو قرقیزستان در مانده است. ساکنان وارخ برای سفر به اسفره و دیگر منطقه های تاجیکستان مجبورند 2 دفعه از مرز قرقیزستان عبور کنند. هر باره که در مرز تاجیکستان و قرقیزستان مناقشه رخ می‌دهد یگانه راهی را که وارخ از طریق دیهه مرزی خواجه اعلی به تاجیکستان میبندند و ساکنان وارخ در محاصره قرار میگیرند. جانب تاجیکستان پیشنهاد دارد که از خواجه اعلی تا وارخ راهی ساخته شود که از دیهه های قرقیز نشین عبور نکند و رفع توسط این راه آزادانه صورت بگیرد. ساکنان نویه بودکند و برخی مقامات قرقیز این پیشنهاد را قبول ندارند.